بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث امروز ما اسناد تجاری هست. اسناد تجاری در حقوق تجارت در دو معنی به کار رفته. معنی عام و معنی خاص داریم. معنی عام اسناد تجاری شامل هر سندی که در مبادلات تجاری ما روزمرگی با آنها سر کار داریم، مستند به مواد 2 الی 5 قانون تجارت مصوب 1311 مورد استفاده قرار گرفت که از جمله آنها شامل چک، سفته، برات، اوراق سهام، اوراق قرضه، ضمانتنامه بانکی، بارنامه و سیاحه می باشد. اسناد تجاری خاص که مورد موضوع بحث ماست و خیلی مهمه، زانشین پول می باشد و معرف حق دینی به دو صورت حال و با وعده کوتاه مدت هستند که 3 تا سندند: چک، برات و سفته. این 3 سند امروز کاربرد زیادی در معاملات و جامعه ما دارند. علل خصوص چک که امروز مشکلات زیادی برای صاحبان حساب به وجود آورده. ما به شخص خودمان پرونده های زیادی در خصوص خیانت در امانت که منشأشان همان چک بوده داشتیم. فرض بفرمایید که یک نفر از دوستان یا شخص دیگر از بنده چکی می‌خواهد که در جهت تضمین در جایی به کار برد و بنده هم به ایشون اعتماد دارم و چک را صادر میکنم و زیرش امضا میزنم بدون اینکه مبلغی بنویسم و بدون اینکه به ایشون بدهکار باشم. بعد مدتی همان شخص چک را تکمیل کرده و اقدام میکند، مبلغ هنگفتی هم مینویسد و دیگر از دست بنده کاری بر نمیاد. همانطور که عرض کردیم، چک سند تجاری هست و هر وقت تکمیل شد و زیرش امضا شد قابل اجراست. هرچند بگم من امانت دادم و در قبالش مسئولیتی ندارم، اما دیگر کاری نمیشه کرد. برای اینکه در همچین تله‌ای نیفتیم، راهکارهایی هست که بار مسئولیت را کم می‌کنه. اولین راهکار نوشتن تضمین در قسمت در وجه، همان قسمت که روی چک در وجه نوشته، با نوشتن اسم فرد می نویسیم برای تضمین یا امانت در مورد فلان مورد فرضاً در خصوص فلان مورد. این یک مورد. و یا اینکه روی یک برگه آچار یا برگه سفید با هم توافق میکنیم و مشخصات کامل چک رو می نویسیم و مبلغش هم می نویسیم بدون اینکه چک رو سفید بذاریم. حتی اگر چک سفید من بنده به ایشون بدم، باید روی همان برگه مبلغ چک رو بنویسم که قرار فلان مبلغ بنویسه بده فلان کس. بعد زیرش رو هر دوتامون امضا میکنیم و اثر انگشت میزنیم و این باعث میشه که بار مسئولیت خیلی کمتر بشه. و خیلی موارد وجود داشته که طرف معامله کرده، ملک، ماشین، قولنامه نوشتن و طرف برای پرداخت پول همان معامله چک داده بدون اینکه سریال چک و مشخصات چک رو روی همان قولنامه بنویسه و این باعث شده که طرف با اینکه پولشو گرفته بعداً پولشو میگیره، منتها چک را بر نمیگردونه، لاشه چک را بر نمیگردونه و این